إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما كثيرا. دوستان عزیز، برادران و خواهران مسلمان، امروز چند موضوع را می‌خواهیم که نظر به مقتضیات زمان بیان شود. یکی نعمت‌های تغییر نظام قبلی و دوم مشکلات فعلی که در برابر ایجاد و تطبیق یک نظام اسلامی موجود است که مسلمان‌ها چه قسم میتونه که از این مشکلات بیرون شود. سومی که راه حل مشکلات اقتصادی جهان اسلام، مسلمان‌ها چطور میتونن که از زیر یوغ استعمار مخصوصا در بخش اقتصاد خود بیرون بسازند که از او طریق نتوانند نظام‌ها و قوانین خودان را بر بالای ما و شما نافذ کنند. دوستای عزیز، تغییراتی که فعلا صورت گرفت، نظام قبلی که وجود داشت تغییر خورد و نظام بعدی آمد. بعضی نعمت‌های را ما و شما دیدیم در این تغییر. اولین نعمتش که بسیار مهم بود که مسلمان ها از ظلم و شکنجه کفار و ظالمین خلاص شدند. و این بود که آزادی اسیرا و بندی های مسلمان. در نظام قبلی یک کسی که اندک فعالیت به اسلام می داشت، به قوانین اسلام و تطبیق اسلام می داشت، عاجل به بندی خانه برده می شد و انواع شکنجه هایی که انسان تصور کرده نمیتونه، حتی حیوان او را تصور کرده نمیتونه، شکنجه می شد. هدفی بود که دیگه از اسلام و قانون اسلام نام نبره. حتی نماز که نماز است او را نخوانه، نمازی که به طریق پیامبر باشد در یک مسجد خوب ادا نشود. این بندی ها بیش از 50,000 بندی بود. الحمدلله که بندی ها آزاد شد و در اکثر خانه های مسلمان ها خوشحالی آمد که از زیر ظلم و نظام که حتی بعضش قیدهایی که 20 سال 30 سال بود، بعضی مسلمان ها به خاطر تطبیق اسلام 800 سال قید داده بود تو را، 800 سال، 900 سال، 700 سال، 500 سال. یعنی به این معنا که یک وحشت نشان میداد. اگر نه 800 سال خو یک کسی زنده نمی باشه، معنی است که زنده استی تو باید بفهمی و دیگه کسایی که داد از اسلام میزنن نام اسلام نگیرن و ای را بفهمن که به 800 سال قید و 900 سال قید بندی می روند.
شکنجه های می شد که قوتش، نیروی انسانیش، بدنیش از بین می برد. حتی سر خانم ها رحم نشده بود، سر اطفال و خانم ها به صدها و هزاران خانم بندی بود. جرم از او می بوده که با یک شوهری که مسلمان است خانه از او بوده، فقط دیگه جرم نداشته. او شوهری که می خواست اسلام تطبیق شود خانمش هم آورده و حتی با خانمش بی‌عزتی و تجاوزات صورت می گرفت و می ترسان شوهرش که خانم تا پیش رویت میاریم، تجاوز جنسی میکنیم، زنا میکنیم یا بگو اقرار کو تا که به 8 سال قید بروی. ظلم های بود، شکنجه های بود که حد نداشت. با وجودی که داد از دموکراسی نسبت به کمونیسم بعضی چیزها داره، اما اینا امو خوبی های دموکراسی که ما میتونستیم استفاده بکنیم او را سر ما قطع کرده بود. وی بود که آزادی بیان و آزادی عقیده، یک مسلمان میتونه عقیده خدا آزادن بیان کنه، هیچ کسی را ممانعت نکند، اما این برای مسلمان نبود. هر کسی که کافر بود، بیدین بود، سیکولر بود، ضد دین بود، گپ از او آزاد بود. 24 ساعت توهین به دین اسلام، ارتداد، این شبکه‌ها که میدیدی، فیسبوک ها و توییتر و دیگه واتساپ و اینا، 24 ساعت کفریات بیان میشد. 24 ساعت گاهی توهین به الله بود، گاهی به پیامبر بود، گاهی به علما بود، گاهی به اسلام بود، گاهی به مساجد بود، گاهی به مدارس بود، مختلف نام ها. 24 ساعت توهین به ضد اسلام، به ضد قانون اسلام، به ضد مسلمان ها. هیچ گپی نبود. یک کلمه که به اسلام گپ میزدی وقت ارتباطت میدادن، یا میگو به فلانی گروه ارتباط داره یا به فلانی گروه، یک تاپه میزدن او را میبردن. فایده دیگه شمی بود که این توهین ها، این کفرگویی ها از بین رفت. هر کسی که به دین و به قرآن و به مذهب ارتباط داشت او سرکوب میشد، او کوبیده میشد. و آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی رأی هیچ وجود نداشت. اگر اونا میگن که زمانی که اکثریت یک جامعه اسلام بخواه ما برش میتیم، اما مسلمان ها در هر جای ثابت کردن که ما اسلام میخواهیم. از طریق حتی انتخابات مسلمان ها را پیروز کردن، اونا را برشان قدرت داده نشد، توطئه شد، قدرت هایشان کودتا شد، سرنگون شد. در مصر مسلمان ها، همون کسایی که اسلام میخواستن، برنده شدن. بالاخره همون رئیس جمهور منتخبشان بردن، محکوم به اعدام کردن و کشتن. به هزاران نفر، 10,000 نفر کشتن. با وجودی که در نظام دموکراسی، یعنی در شیوه قدرت گرفتن به طریق دموکراسی برنده شده بود. و در الجزایر مسلمان ها بار بار برنده شده و سرنگون شدگی است. در ترکیه چندین بار مسلمان ها قدرت به صورت مسالمت آمیز گرفتن، سرنگون شدن و کودتا شدگی است. همینطور در هر جای دیگه، حتی دینمیشه کسایی که منسوب به اسلام بودن برنده شدن ولی انتخابات سرنگون شد و همون کسی که بدترین انسان روی زمین بود، دوستترین بود، خائنترین بود و ظالمترین آوردن سر ما مسلط کردن. یعنی یک کسی رام ناوردن که در دین مردم کار نداشته باشه، در نماز مردم، در عبادت مردم، در هر چیز که مو که به ضد دین است و نمو را آورد و سر ما مسلمان ها به زور مسلط ساخت. حکومت سابقه که زور بود او را کل دنیا به رسمیت شناخت. حالا میگن ما حکومت زور به رسمیت نمیشه. هر حکومتی که به زور میاد، تو ظالم، تو کافر بیدین، تو حکومت به زور آمده بود یا به خوشی مردم آمده بود؟ خونمون به زور تیاره و تانگ آوردی اینجا مسلط ساختین. او را چطور شما کافرها کلتان به رسمیت شناختین؟ حالا یک توطئه دیگه علیه مسلمان ها وجود داره که حالا این توطئه چیز که مشکلات اقتصادی است. یعنی از نگاه نظامی الله شکست داد اونا را تا حد واقعا که مسلمان ها با وجودی که منسجم نبودن، متحد نبودن، یک پارچه نبودن، هزار گروپ ها و فرقه ها وجود داشت، احزاب، یک حزب رأسش 2 میلیون نفر، یک نفر به نام قومیت حزب جور کرده بود، مردم از پشتش زنده باد مرده باد میدوید. در رأس یک قوم دیگه یک کسی بود، چند میلیون نفر پشت از او میدوید. کمی مسلمان ها بود که اسلام میخواستن، نظام میخواستن. یعنی الله توسط این کمترینش آنها میبینین که میگن 35,000 یا 40,000 یا 70,000 یا 1,00,000 نفر
که اسلام میخواستن، الله باز پیروز کرد مسلمان ها را و اونا را شکست داد که حتی خود کافرها رئیس جمهوری هر کدامش اقرار کرد که ما هیچ امکان نداشت که در این سرزمین دیگه باقی میماندیم. راه امکان گفت یعنی ناممکن شده بود و گفت که ما بیش از 1000 میلیارد دلار مصرف کردیم، یعنی 1 تریلیون دلار و فوج جور کردیم، اردو را جور کردیم با اسلحه بسیار مدرن، اونا را مجهز ساختیم، ماشایشان دادیم و میدادیم. آنچه که گفت ما در توان نداشتیم اراده دادن و شجاعت دادن قلبی بود. این ما در سر قلب‌های از اینا مسلط نبودیم که یک شجاعت برشان بتیم، اراده بتیم که اینا بجنگند. الحمدلله که مالک قلب‌ها الله است. الله در قرآن میگه سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و مأواهم النار. میگه زود است که ما در قلب کافر و ظالم و گناهگار رعب و وحشت میپرتیم. هر قدر مجهز باشه جنگ کردن نمیتونه. حالا میگه چطور جنگ نشد و چطور شد؟ این چی؟ والله رعب و هیبت انداخته بود، کسی جنگ کردن نمیتونست. چرا؟ به سبب شرک، به سبب گناه، به سبب کفر. بس اینمی گناه که است قوت تا ایمان تا قلب تا ضعیف میسازه. بنان در میدان نمیتونی که جنگ بکنی، حتی به خاطر پول، به خاطر پیسه، به خاطر یعنی نامش توطئه های بود کردن نشد. پس ریشه های ظلم از بین رفتن یک بزرگترین نعمت است. دوستا که از این کلگی استفاده کرد، سابق که بود حتی هر دقیقه انفجار و کشتن و ترور و بیرون برآمدن نمیتونستی که کی کشته میشه. از دست موبایل دزد و تا سرقت های مسلحانه و تا یعنی هزاران نوع دزدی و خیانت وجود داره. این موبایل تا میگیره سر موبایل میکشید، یا در خانه داخل میشه، یا اختطاف اولادت اختطاف میکنه، بچه‌ت اختطاف میکنه. در رأس کل این کارا همین مسئولین بود. حتی ادارات خب مکمل فروخته میشد. در مو وقت ما یک والی گفت 2 میلیون دلار داد که والی شود. 1 میلیون دلار، 500,000 دلار، یا مرای حوزه 50,000 60,000 دلار میدادن که مقرر شد. خب وقتی که با پیسه مقرر شد و چطور میتونه خدمت کنه؟ و 24 ساعت دوست تولید میکرد اختطافگر و اینا که پیسه خودانه جمع کنن. بسیار ظلم بود، بسیار وحشت بود، دیکتاتوری بود، نامش جمهوریت بود. فقط اونم چند نفر، هیچ کس اختیار نداشت. مسلکی یا پا چیزی وجود نداشت که هر کس مسلکی باشه و در وظایفش تعیین شده باشه. اما کل دنیا او را میگفت بهترین نظام، بهترین حکومت، بهترین و حمایت میکردن و دیگه میکردن. از این فهمیده میشه که کافران به هیچ چیز باور ندارن، نه به دموکراسی خودان، نه به کاپیتالیسم خودان، نه به سکولاریسم خودان. فقط خواهشات خودشان، منافع خودشان، پول و پیسه خودشان، جیب و قدرت خودان میخوان. هر جایی که قدرتشان باشه اونجا خواهشاتشان باشه، بونمو منافع مادی و مالیشان باشه، دونمو چیز اونا خواهان هستند. اگر در افغانستان شما فساد اقتصادی داریم میدیدین، این تنها حکومت نبود، خودمی خارجی ها در این فساد دست داشت و پیسه هایی که گرفته میشد به میلیون ها دلار، او پول و پیسه را از اینجا در جیب کلانا میرفت، از اینجا در جیب زودگان میرفت، به صدها میلیون دلار خود هم کلانا میزدن. این میال در رأس کشورهای اول قدرت کافرایی که وجود داره، اونا خودشان دزد هستند، خودشان اختلاسگر هستند. این تو نیست که اونا پاک بوده باشه تنهایی کسایی که مسئولین افغانستان آوردن اینا دزد بوده باشن، اینا خاین. آخر دیدیم که همو کسی که داد از عدالت میزد، عدالت عمری و این و انصاف و اینا، با پیسه بیش از 160 میلیون دلار که چقدر دیگر قبلا انتقال داده بود، او پیسه را گرفته رفت در کشور دیگه فرار کرد. هنوز هم بعضی ها را ببینی از اونمو خائن، از اونمو ظالم، از اونمو آدم کش حمایت میکنه. وای وای افسوس به ایتو آدم ها، افسوس به ایتو جاهلا، افسوس به ایتو بدبختا که مسیر از اینا که تو نمو است. بود به جهنم اگر توبه نکنه انشاءالله حتمی رفتنی است. این کسان پشت ما با زنده‌باد و مرده‌باد گفته به طرف آتش جهنم می روند. از یک کسی که ظاهرش باطنش کلش فساد، بیدینی، ضد دینی میخیزه، به خاطر از او تظاهرات میکنه و جان خود از دست میده. حیران میمانی به ایتو مردم ها چقدر این مردم خود دیگه همی دست آورده 20 ساله همی بود که بعضی ها را
همو تو به نفع خود تربیه کردن، در 20 سال به ضد دین جورشان کردن، به ضد اسلام جورشان کردن. حالا گپ میزنی میگه چیز است، حقوق زن چطور میشه، حقوق این چطور میشه، حقوق خانم ها چطور میشن. 24 ساعت به ضد اسلام دیگه بیانات کرده رایشتن که زنا برای حقوق زن در این وقت چی است؟ فحاشی، بی حیا کردن، در یک جای زنا و فحشا، بی حجابی، اینمی حقوق است پیش از وا. اگر این 100 بار گفته شده که حقوق زنها در چارچوکات قانون قرآن اسلام داده میشه، با حجاب بیرون براین هیچ مشکل نداره، با حجاب کارهایی که اختلاط نباشه بکنن مشکل نداره. این قبول ندارن. اینا میخوان که زنا باشه، فحشا باشه، رابطه نامشروع باشه. اینی چیزا را این ظالما میخوان. مشکلات خوب این مصیبت ها و او ظلم و تجاوز واقعا یک نظام که میاد دیگه میره، بعضی وقت ظلم زیادتر میشه، بعضی وقت یک تغییرات مثبت میاد، یک تغییرات نسبی میاد. الحمدلله که بندی‌ها آزاد شدن و پیش فامیلای خدا آمدن. اون کسایی که قاتل و ایام بود الله به اونا توفیق بده که توبه بکنن، دیگه این کارا را نکنن، اختطافگر بودن، دزد بودن، حال از این نعمت آزادی استفاده کنن و خود را اصلاح بکنن. ریشه های ظلم از بین رفت، توهین اسلام از بین رفت، دموکراسی و ریشه های کفر و دروغین اینا از بین رفت. مشکلات فعلی در برابر ایجاد نظام اسلام چی است؟ فعلی مشکلات بسیار زیاد است. یکی این است که اقتصاد، حالا فشار نظامی در میدان مبارزه و جنگ شکست خورد کفار، همیشه شکست خورده. شما که تاریخ ببینید هر وقت که جنگ کرده کفار شکست خورده. اگر کمونیست بوده، اگر کاپیتالیست بوده، اگر یهودی بوده، اگر مسیحی بوده، اگر مجوسی بوده، اگر هندو بوده، هر گروه کافر که آمده دینی و غیر دینی همه شکست خورده است، به نام دین و به نام غیر دین. این را شما تاریخ ببینید در میدانهای جنگ و نظامی شکست خوردن، اما بعد از این باز مسلمان ها را شکست دادن و خراب کردن از طریق دیگه فشارهای اقتصادی و اختلاف و تفرقه و جنجالا. این از این طریقا باز مسلمان ها را یا شکست میتن. حال میگن که مثلا ذخیره افغانستان 10 میلیارد دلار در بانک جهانی بود، او را ما چی کردیم؟ بند کردیم و قیدش کردیم، نمیمانیم که به اینا داده شود تا وقتی که خواسته های ما، خواسته های کفریشان قبول نشود. صندوق بین المللی پول گفت که ما 500 میلیون دلار در این هفته میدادم، ما بندش کردیم. اینی مصیبت ها دوستان، مشکلات اقتصادی وقتی که اسلام میخوایی میآید. مسلمان اولین چیزی که باید مبارزه کنه صبر در برابر مشکلات اقتصادی باشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم شما سیرت که بخوانید این بود، با وجودی که مسلمان ها بعد از 13 سال مدینه را آمدن به صورت مسالمت آمیز، پیامبر قدرت سیاسی مدینه را گرفت، در رأس دولت مسلمان ها قرار گرفت، قوت‌های نظامی را مطابق همون وقت توانایی و ظرافت همون وقت تشکیل داد. در اون وقت اینقدر مشکلات اقتصادی بود که از هر طرف تحریم شده بود، قبایل خرید و فروش همه چیز کتشان بند کرده بود. حتی شما در اون وقت میبینین عایشه رضی الله عنها در مدینه است، میگه تا 1 ماه در خانه ما آتش در داده نشده بر نان جور کردن، یعنی گوشت پخته کنیم یا یک ترکاری یا قطق که میگن از این چیزا. 1 ماه میگه در خانه کسی که رئیس دولت مسلمان است. اینقدر مشکلات اقتصادی بود. مسلمان ها حکومت داشتن، نظام داشتن، اما به کافر تسلیم نشدن، به مشرک تسلیم نشدن، از نظام خدا، از نظام قانون اسلام تطبیق میشه از او تیر نشدن. اگر ما و شما در برابر مشکلات اقتصادی که اینا یک هیولا به ما جور کردن خطرناک نشان میتن تسلیم شویم، باز الله متعال باز ما و شما را ذلیل میسازه. دوباره این کافر نه یک کافر دیگه میاد، ای تو با در بدری است و دنیا و آخرت ما و شما را برباد میسازه. ما و شما باید در برابر مشکلات اقتصادی سخت استادگی کنیم. یکیش این است که امی وسایل مدرن اقتصادی را چه قسم ما از وابستگی اقتصادی، غلامی اقتصادی خود بیرون بکشیم. که حکومت قبلی که در کشورهای اول قدرت در اینجا حاکم بودن، اونا یک سبب حاکمیتشان این همیست، یکی از وسایل
فشارشان که کشور به خود محتاج جور کرده بودند، دماش و دنان ده همه چیز. وقتی که خودشان میره باید این کشور این سرزمین همی تو محتاج باشه. اگر نمیشد که در بخش زراعت خوب افغانستان رشد کنه، ندادن ایره، نماندن که رشد زراعتی داشته باشد. در بخش صنعت میشد که خوب رشد داشته باشد که از احتیاج برای او کارام نکردن. در بخش اقتصاد و زندگی خوب مردم، یعنی کارمار و دیگه کارخانه ها و شرکت ها میتونستند که ایجاد کنند که مسلمان ها از احتیاج برآیند. نکردن این کارا، قصدی نکردن. چرا نکردن؟ به اینمی روز مبادا مانده بودن که هر وقت ما برآمدیم اینا به ما مشکل محتاج باشند و مجبور شوند و دوباره ما را قبول کنند و به قانون اسلام، به نظام اسلام، به فرهنگ خودشان نروند. این را از اول جور کرده بودند. اینال امتحان خطرناک فی الحال است. یعنی بعد از یک پیروزی آمده هنوز پیروزی نیست. زمان پیروزی است که در برابر این توطئه های دیگه کفار شکست بدی و گپایشان قبول نکنی. از هر وسایل پیشرفت اقتصادی استفاده کن. متخصصین اقتصادی ما شما در مسلمان ها داریم، اونا باید به کار انداخته شوند و ببینیم که ما در چی بخشا محتاج به کافرها بریم، اونمو احتیاجی ها از بین برده شود. الله مشکلات حل میکند. و یک چیز دیگه که الله متعال حل مشکلات است بیان کردگی است در قرآن، اسباب رشد اقتصادی، اسباب جلب رزق و در دنیا چطور میتونی که رزقت زیاد بکنی. الله متعال در قرآن میگه اولین چیزی که شما میتونین از زیر مشکلات اقتصادی براین و کافرها توسط اقتصاد شما را ترور نکنه، نظام خود حاکم نکند، تقوا است. تقوا اولین چیزی نمیست. تقوا چی را میگه؟ تقوایی را میگه که قانون و نظام اسلام اگر امر است یا نهی است 100% تطبیق کنی، هم در زندگی فردی، هم در زندگی خانوادگی، هم در زندگی اجتماعی و هم در زندگی اقتصادی و سیاسی. در کل بخشای زندگی قانون الله را نافذ کو، الله مشکلات حل میکنه. زیرا حل مشکلات اقتصادی، رزق بالا بردن و پایین کردن، این خو اختیارش پیش الله است. ما شما خو عقیده داریم که الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. الله ذاتی است که فراخ میکند رزق به کسی که بخواد و یقدر تنگش میکنه. یعنی اقتصاد بالا بردن پایین کردن این خو پیش الله است. قل بگو الله ما و شما را یاد میده که عقیده کنین که اللهم مالک الملک، ای پادشاه تؤتی الملک من تشاء، میدی پادشاهی را کسی که بخوای، و تنزع الملک ممن تشاء، و میگیری پادشاهی را از کسی که تو بخوای. یعنی سعی کنین الله میال حکومت به یک ظالم داده بود پس گرفتش. و تعز من تشاء و تذل من تشاء، عزیز میسازی کسی را که تو بخوای، یعنی اختیار پیش تو. و تذل و ذلیل میسازی من تشاء، کسی را که تو بخوای، یعنی ذلت آوردن یم به دست الله است. بیدک الخیر، به دست تو همه خیره، یعنی کل خیر و منافع و خوبی ها و رزق و اقتصاد همهش پیش تو است و در دست توست. انک علی کل شیء قدیر، تو به هر چیز قدرت داری. یگانه ذات استی که قدرت کامل پیش تو، هر چیزی که اراده بکنی همون میشه. تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل، شب در روز داخل میکنی، روز در شب. و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء بغیر حساب. رزق میتی کسی را که بخوای به حساب، یعنی بسیار زیاد برش میتی که حد نداره. سعی کنین که اول عقیده ما و شمایی باشه که رزق دادن، اقتصاد بالا بردن پیش الله، پایین کردنش پیش الله. به کافر اعتماد نکنه. ارتباط خود از کافر در بخش رزق کاملا اگر در پذیرش اسلام کافر کمک میکنه، شرایط اسلام هیچ کدام شرط کفری خود از سر تحمیل نمیکنه، باشه ارتباط باشه، قانون اسلام نقض نشود. اما او کافرها همیشه میگن که نه، حتی اتحادیه اروپا گفت که اگر اینا شریعت نافذ کنن، همین تو به می نام گرفت، نام صراحتا گفت شریعت. شریعت چی را میگه؟ دستور الله، قانون الله، احکام الله را گفت. اگر این حکومتی که حال فعلا آمده اگر شریعت نافذ کنه، ما 500 میلیون یورو و کمکای خود که سالانه میکنیم میره بند میکنیم. صراحتا گفت. یعنی ازی فهمیده میشه که کافر هیچ وقت تا که یک شرایطش نپذیری او تو را
کمک نمیکنه مگر اینکه در یگان بخش محتاج باشه بر تو. اینال اولش تقواست دوستا. تقوا هر حکم الله را در همه بخشای زندگی تطبیق کردن. الله میگه و تزودوا فان خیر الزاد التقوا. توشه بگیرین، بهترین توشه برای شما تقوا است. از اسباب که الله بیان میکنه در قرآن که مشکلات از بین برد، تکلیف ها از بین برد، چه تکلیف ها اقتصادی باشد، بیامنی باشد، رزق جلب شود. در دیگه آیت طلاق، سوره طلاق آیت 2 می فرماید و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. و من یتق الله، هر کسی که از الله ترسید، تقوا یعنی از گناه دور شد، نظام و دستور و حکم الله را عملی کرد، یجعل له مخرجا. یجعل چه معنا؟ پیدا میکند الله، ایجاد میکند از برای انسان مخرجا، راه بیرون رفت از هر مشکلات، اقتصادی باشد، هر مشکلی که باشد، سیاسی باشد، خانوادگی باشد، فردی باشد. و یرزقه من حیث لا یحتسب، رزق میتا، خوراک میتا ایره از اون طرفی که هیچ گمان نکنه، الله اقتصادش رشد میتا. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، کسی که به الله توکل کنه، به الله اعتماد کنه، در رزق همه چیز الله برش کافی است، هیچ کافر کمک نکنه، الله بر ما کافی است. حسبنا الله و نعم الوکیل. سعی کنین چقدر صراحتاً میگه. و در دیگه آیت سوره اعراف آیت 96 می فرماید که این به سطح کشورها و به سطح جوامع و حکومتها میگه که ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. اگر اهل قریه ها و شهرها و حکومت ها آمنو، ایمان بیارن، ایمان کامل، 6 رکن ایمان و عقیده توحید، قسمی که قرآن بیان کرده و پیامبر و ایمان بیان کرده، واتقوا، تقوا کنن، تقوایی که عمل به ایمان است، با آنچه که ایمان داره عمل کنه. مثلا قرآن 100% عملی کنه، احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم عملی کند، لفتحنا علیهم برکات. الله میگه حتمی، لام بر تاکید است، ما باز میکنیم به بالای امی حکومت ها و امی جوامع برکات من السماء، برکات از آسمان و زمین، برکات های آسمان زمین که آمد، باران ها و فریمانی، یعنی اقتصاد خودش بالا میره. ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. لیکن میگه اینا تکذیب کردن، انکار کردن، عمل نکردن، اینا را گرفتیم به عذاب به سبب اعمال بدی که انجام داد. الله فیصله کردگی است، لو شرط است، لامش جزاست. اگر تقوا، اسلام محکم گرفتی، شریعت محکم گرفتی، این را تطبیق کردی، مشکلت الله حل میکنه. اگر نکردی، اما حکومت قبلی را شما ببینیم، به شریعت چنگ نزد، به کافر اعتماد کرد، آخرش چی شد؟ آخر کافر گریخت، امو نفرای خود هلاکت رفت، سرگردان و پریشان حال میدوان به طرف میدان هوایی. ولی کسایی که یک مشکل دارن، مصیبت دارن، خیانت کردن، جنایت کردن، اینا خو میگریزه، یا عیاش هستن، بیبندوبار هستن، شرابیستن، نشئیستن. جای نشئی در نظام اسلام نیست، جای شرابخور نیست، جای بیدین نیست در این جامعه، جای زناکار، جای قمارباز، جای دزد، جای حرام خور. طبعا وقتی که اسلام تطبیق باشه، کسی حرام خورده نمیتونه، کسی زنا کرده نمیتونه، کسی شراب خورده نمیتونه، کسی دزدی و سرقت کرده نمیتونه، کسی اختطاف کرده نمیتونه، جای زیان نیست. اینا اگر میخوان اینجا باشن، توبه بکنن، با الله رجوع کنن، صحیح مسلمان شون. اگر نه، الله گم کنه امی فاسدا را، امی دزدا، امی شراب خورا، امی لچکا، از امی کشور ریشهشان کنده شود. تباه کردن این امی مردم خو. ما نمیخوایم که یا باشه. او کسایی که مسلمان هستن، ایمان دارن، من به او حیران هستم که اگه ایمان و مسلمان داشته باشه، چطور به طرف کافر بود، تیاره کافر میدوه، در میدان میدوه، حیران میمانی. بعضی شنیدم میگه فوتبالر بود، خیز زد در سر تیاره خدا انداخت، در بینش هم نه، و اون که بردش 8-9-10 نفرش باز از اونجا افتیدن، لاشش بردن. این خودکشی است. الله میگه این را به جهنم دائما نداتش میباشه. مرده بودی از گشنگی، سر تیاره انداخت. جهان اسلام مسلمان ها را به سطح دنیا بدنام کردن. اینا اونمو تربیت شده، اونمو نظام های کفری سابقه بود. چی جور کردن اینا را؟
در تیاره خود انداخت. کسی که مسلمان است، کسی که اسلام میخواه، کسی که ایمان میخواه، او باشه میجا. فرض است با بالایش که میجا باشه. هر قدر مشکلات اقتصادی آمد از گشنگی نمیموره. حالا الحمدلله اقتصاد بالاست، هیچ کس از گشنگی اینجا نمیموره. مشکلات بیا باشه، یک چند وقت، یک سال 2 سال، به شرطی که ما به شریعت الله، دین الله والله چنگ بزنیم، مشکلات اقتصادی در 2-3 سال حل میشه. 1-2-3 سال مشکل می باشه و هم کم می باشه، زیاد نمی باشه. اگر کسی فاسد است، مفسد است، فسادکار است، ایره دیگه الله ما میگیم زودتر گمش کنه. الله به هزاران نفر به طرف میدان میره. دوستای این آدمای خوب نیستن. این همین کسایی هستند که مسلمان نام اسلام مسلمان میگرفتی میزد ضربه میکرد. یعنی این مردم هست. شما یک تحقیق کنین یا برین اونجا که کی است که اینجا آمده، برو پرسانش که کی است، چی کار است. اکثرش خائن، اکثرش ظالم، اکثرش مسلمان کش. 20 سال مسلمان کشت، حال مجبور است دیگه، خود دشمنی شخصی داره. این مسلمانایی که جاست اگر حکومت عفو کرده، این خو شخصی عفوش نکرده، این انتقام خود میگیره. این می آدم هست، این آدم های خوب نیست و تعدادشان هم کم نیست. شما تحقیق کنین. مال نام نمیگیرم، خوب نیست که نام بگیرم. یعنی تعداد از یا بعد 50,000 حتی تا 100,000 نفر میرسه. همین کسایی که مسلمان کش، ظلم کرد، خیانت کرد، سر اسلام توهین کرد، مسلمان ها را به نام اسلام بندی میکرد، گرفتار میکرد، این مردم 100,000 نفر است. حال خود کمش انتقال شده. این باید بسیارش بگریزه و فرار بکنه، مگر اینکه توبه بکنه، اصلاح شود، پشیمان شود، الله برش توبهش قبول میکنه. اولین راه حل چی است؟ چقدر قرآن واضح گفت: ایمان کامل، عقیده کامل قرآنی و اسلامی و تقوا، یعنی عمل به نظام و شریعت الله. دیگه هیچ راه نازل شدن برکت و وسعت رزق وجود نداره مگر به التزام به شریعت و قانون الله. تقوا را بعض مفسرین از علی ابن ابی طالب روایت میکنه، میگه التقوا هی الخوف من الله الجلیل. تقوا میگه ترسیدن از الله که صاحب عظمت، یعنی از عذابش، از گناه بترسی، گناه نکنی. دیگه چی است؟ والعمل بالتنزیل. میگه تقوایی است که عمل کردن به تنزیل. تنزیل آنچه که الله نازل کرده، قرآن و سنت، احادیث پیامبر صلی الله علیه و به این عمل کنی، این تقوا میگه. دیگه والقناعت بالقلیل. میگه تقوایی است که به کم که الله برات داده قناعت بکو، یعنی میام تقواست، کم رزقی که الله میده. والاستعداد لیوم الرحیل. خدا آماده کردن برای روزی که کوچ کردن است، سفر کردن است، به قیامت رفتن است، برای از خدا آماده کردن. این تقوا میگه. کسی که این حالت داره، هیچ از تنگی و مصیبت، مشکلات اقتصادی نباید بترسه. الله ایرا براهای مختلف رزق شمیتا. قسمی که در سورت جن می فرماید: و ان لو استقاموا علی الطریقه لاسقیناهم ماء غدقا لنفتنهم فیه. اگر اینا استقامت بکنن، محکم شون علی الطریق، بچی به راه اسلام، به طریق اسلام، به منهج اسلام و قرآن، لاسقیناهم، میجم سعی کنیم تا حتمی ما اینا را می نوشانیم ماء غدقا، آب شیرین، یعنی ما باران ها را زیاد میکنیم، اقتصادشان خوب میسازیم. خب شرطش چی است؟ استقامت است. کافرها بسیار توطئه دارند که وای که اسلام نباشه، این که نباشه، که تو در بدری شد، این تو حکومت ما نمیخواسته، میطوری تو، یا بسیار میگن. اینا را باید همون جوابی که مناسب است برشان بدی و محکم به دین الله باشی. الله در قرآن میگه که فاستقم کما امرت و من تاب معک ولا تطغوا. فاستقم، ثابت قدم باش، کما امرت، قسمی که امر شدی، یعنی قسمی که مأمور هستی. الله چه قسم برات امر کرده، ذره بریسو نروی، کما امرت. و من تاب معک، کسایی که به امرای تو هست ای پیامبر استقامت بکن، یعنی مسلمان ها را میگه. ولا تطغوا، طغیان نکنین، از حدود الله تجاوز نکو، از قانونش. انه بما تعملون بصیر. الله و اعمالی که انجام میتین میبینه اعمالتان. باز چی میگه؟ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. میلان نکنین به طرف کسایی که ظالم است و کافر و بیدین است. میلان نکن، میلان گپ از اونا را، خواست از اونا را، خواهش کافر قبول نکنی. اگر کردی فتمسکم النار، باز آتش برات میرسد. دنیایت خراب شد، برباد شد، آخرتت هم برباد است.
و ما لکم من دون الله من اولیاء، نیست برای شما بغیر از الله کسی مددگار، کسی معبود. ثم لا تنصرون، باز مدد شما نمیشه. الله میگه ما شما را مدد نمیکنیم. اگر نظام مرا، قانون مرا الا کردی، عذاب ما آمده نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم این آیت میگفت که شیبتنی هود و اخوات، سورت هود مرا ری سفید ساخت، خصوصا این آیت که فاستقم کما امرت. بسیار مشکلات بود و کافرها از هر طرف، امپراتوری روم بود، فارس بود، مشرکین قبایل، هیچ فشارها سر پیامبر می آوردن و می آیت محکم گرفته بود فاستقم کما امرت. اول مشکلات اقتصادی بود در زندگی پیامبر تا که دنیا را ابوبکر که آمد، عمر رضی الله عنه، مسلمان ها اول قدرت دنیا شدند. روم و فارس شکست دادن، اروپایی ها و آسیایی های مشرک آتش پرسته. باز اقتصاد بالا رفت و ببینین که باز حکومت آمد که فقیر پیدا نمیشد. بار بار ما ایره گفتیم که مامور ریاست زکات میگه که ما پیسه را گرفتم 6 ماه در سرزمین های اسلامی میرفتم دست به تیز رفتار که یک کسی پیسه زکات بگیره نمیگرفت، کلگی من خودم زکات میتم. حتی کلان دیگار در شهر مانده بودن که مردم زکات خود در این پرتا عسکر با بالایش بود. مردم وقت پیسه همی دینار و درهم طلا و نقره بود، مردم میامد پول خود مینداخت، فقیر نبود. در دوران عمر ابن عبدالعزیز پولها گفت فقیر نیست، حتی اعلان کرد که جوانایی که مجرد است بیان که حکومت برش پیسه میته ازدواج کنن. مکانهای عام المنفعه که پول هستی چیزها را کلش از پیسه زکات ساخت، فقیر نبود. و چرا آمد او نوع اقتصاد؟ زیرا چنگ زدن به نظام الله، به شریعت الله همی بود. والله که ما به این نظام چنگ دیم دنیا ما آزاد میشه. یک افغانستان نیست، کل کشورهایی که در تحت یوغ کفار است آزاد میشن و ما ای تو یک اقتصاد قوی پیدا میکنیم که حد نداره. اما اگر تسلیم شده ایمانای ما ضعیف شد، والله باز ذلیل میکنه. الله در قرآن گفت بنی اسرائیل و این عدتم عدنا، اگر شما دوباره تجاوز کنین به گناه، ما دوباره بازگشت میکنیم به عذاب خود. این فیصلهش است، فیصله کردگی است. الله کسی خویشاوندی نداره. اول الله نصرت و مددت میکنه تا که به دین الله چنگ بزنی. باز اگر بیرا شدی، آنه باز عذابش دیگه وجود داره. مثلا شما بنی اسرائیل ببینین، ما شما امیال 11 چند محرم است، روز 11 محرم است، دیروز 10 بود. کسایی که دیروز گرفته امروز هم روزه گرفته باشه. الله متعال موسی را با بنی اسرائیل نجات داد، فرعونیا را هلاک کرد. باز بنی اسرائیل که اولاده پیامبر بود، یعنی معجزتاً او کفار را هلاک کرد. پیامبر خاص خود به خاطر نجات از اینا روان کرد. اما زمانی که امی بنی اسرائیل، امی که حال یهود میگن خراب شد، نه بیدین شد، الله میگه و جعل منهم القردة والخنازیر، الله از اینا شادیا و خنزیرا جور کرد. از این امی پیامبر زاده، حالی که سید و خواجه و آقا میگن، نه آقا صاحب، خواجه صاحب، سید صاحب، از این امی ها خنزیر ساخت، شادی ساخت. این تو عذاب‌های بدترین کافر دنیا فعلا یهود شده. چرا؟ به خاطر که نظام الله، شریعت الله، دین الله چی کردن؟ طغیان کردن، سرکشی کردن، قبول نکردن، به ضد دین الله استادگی کردن. ما و شما هم الله فعلا امتحان بسیار قویه. یکی از اسباب رزق بیان کردیم تقواست و کل اسلام شامل میشه. دومش چیز؟ تطبیق نظام الله، یعنی در بخش سیاست و حکومت داری. آیت صریح است. الله می فرماید که ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سیئاتهم ولادخلناهم جنات النعیم. یکی خب میگه اهل کتاب اگر ایمان و تقوا بیارن گناهشان محو میکنیم، در جنت ها داخل میکنیم. و در آیت بعدی سورت مائده میگه ولو انهم اقاموا التوراة والانجیل وما انزل الیهم من ربهم لاکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امه مقتصده وكثير منهم ساء ما يعملون. سعی کنین در اینجا الله میگه اگر این امی یهودیا و اهل کتاب، کسایی که دعوای کتاب آسمانی میکنن، اقام التورات، تورات در وقتش قائم میکردن، اقامت چیز؟ نافذ میکردن، تطبیق میکردن کتاب الله را.
والانجیل، انجیل در اون وقتش تطبیق میکردن. و ما انزل الیهم من ربهم، و آنچه که نازل شده به اینا از جانب ربش، قرآن فی الحال تطبیق کنن، لاکلوا، لو شرط است، لاکلوا جزاء، حتمی میخورن اینا، اکل، خوراک، اقتصاد، من فوق، بالای سرشان، و من تحت ارجلهم، از زیر پایشان، از زیر پای نباتات، همه چیز الله بیرون، معدنی باب، همه چیز علمشان برات میته، از بالا باران ها و نعمت ها و رحمت های الله میاد. منهم امت مقتصده، بعضی از اینا یک امت میانه رو بود، یعنی کمش، و کثیر منهم ساء ما، اکثرشان بد عمل بودن. سعی کنین شرط دیگه در نظام سیاسی است که اگر میخوای اقتصادت جور شوه، الله سرت رحم کنه، مشکلات اقتصادی حل کنه، چی است؟ در نظام سیاسی نظام الله را تطبیق کو. و سوم سببش استغفار است، توبه کردن از گناه ها. هر کس دوستا از هر گناه توبه نصوح، یا الله دیگه هیچ گناه نمیکنه. و به نعمت از اینکه الله بر ما یک حکومت داد و این یک نعمت کلان، سپاسگزاری نعمت کردن. نوح علیه السلام الله یاد میکنه قوم خود گفت فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا، میگه ما گفتم قوم که بخشش بخواین از گناهتان، الله بسیار بخشاینده است. یرسل السماء علیکم مدرارا، سعی کنین اگر شما استغفار بگوین، واقعا توبه بکنین، به نظام الله بازگردین، یرسل السماء، روان میکند الله باران علیکم، به بالای شما، مدرارا، پی در پی میاد. اینجا اقتصاد است. و یمددکم به اموال و بنین، و یمددکم زیاد میکنه، کمک میکنه شما را، مال و اولادت زیاد میکنه، غیر از بالان دیگه مالت اضافه میکنه. کیفیت طریقش الله میفهمه. و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا، الله برای شما باغها و نهرها را پیدا میکند. سعی کنین که استغفار گفتن، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه زیاد. یا سید الاستغفار، اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابو لك بنعمتك علي وابو بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت و غیره. یعنی از هر گناه هدف است توبه کردن. به زبانی تو نه که دیگه گناه را بکنی به زبان استغفار گفته بری، نه، استغفار واقعی باش. دیگه چیز بسیار مهم دعا کردن است. یک سبب دیگه که انسان دعا بکند، یا الله مشکلات حل کو، یا الله در بین مسلمان ها وحدت و یک پارچگی و محبت ایجاد کو، بغض و عداوت از بین ببر. الله بر تو آسان است. هو الذی الف بین قلوب المؤمنین، الله میگه ذاتی است که در بین قلب های مسلمان ها محبت ایجاد کند. اللهم الف بین قلوب المؤمنین، اللهم وحد صفوف المسلمین. همین دعا را از قلب بکنیم. به نام این آن مسلمان ها مختلفات، بعضی اختلافات جزئی است و بسیار با مصیبت ها کشاندگی است. هر چیزی که پیامبر گفته، الله گفته، ائمه مجتهدین مطابق قرآن سنت اجتهاد کرده، کل امامای خود احترام کنیم، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام مالک، شافعی، احمد ابن حنبل و هر کسی که به اسلام خدمت کرده و هر کسی که پابند اسلام است. دیگه الله در بین ما محبت ایجاد کردن این آسان است، یعنی که ما و شما دعا بکنیم و دعای از اینکه الله فقر از زندگی ما دور کو. پیامبر بسیار دعا داره، مثلا امی که اللهم رب السماوات السبع و رب العرش العظیم ربنا و رب كل شيء. بعد از او دعا میکنی که اللهم انت الظاهر فليس فوق شيء و انت الباطن فليس دونك شيء و اقسم اللهم منزل التوراة و الانجیل والفرقان فالق الحب والنوى. باز داخلش میگه که اقضی عنا الدین واغننا من الفقر، یا الله دین از ما دور کو، از فقر ما را نجات بده، از فقر از زندگی ما نور بکو. این دعا کردن و در دعای خود باید حلال خور باشه، عقیدش توحید باشه، اخلاص باشه، حرام نخورده باشه، زیر حرام خور دعایش قبول نمیشه. دیگه ای که تسبیح یعنی زیاد عبادت کردن، پاکی الله را وقت با وقت بیان کردن، در بسیار احادیث میای سبب وسعت رزق میشه. و دیگری که توکل به الله، اعتماد کردن به الله، به مخلوق اعتماد نکو، الله را مشکل کشا بدان، الله را رازق واقعی بدان. مثل که در حدیث میاد، نه صحیح حدیث است، پیامبر میگه لو انکم تتوکلون علی الله حق توکله لرزقکم کما یرزق الطیر. سعی کنین، میگه اگر شما توکل کنین به الله، اعتماد بکنین به الله، حق توکل، یعنی همون قسمی که شایان است، همون قسمی که سزاوار است، لرزقکم، حتمی الله شما را رزق میته، کما یرزق الطیر، مثل که پرنده ها را میته.
تغدو خماسا و تروح بطان. صبح گشنه میبره، شام میاد سیر. یعنی همین تو الله هیچ نمیفهمی رزقت میاره برات، رزقت فریمان میکنه. پس توکل سبب بزرگ برای جلب رزق است. صلات ضحا، پیامبر میگه کسی 2 رکعت نماز ضحا را بخواند یا 4 رکعت، الله ایرا مشکلات اقتصادیش حل میکند. حفظ قرآن، طلب علم یاد کردن به خاطر عمل، این هم سبب جلب رزق است. بسیار احادیث در این باره است. حتی ازدواج کردن یکی از اسباب دیگه است. الله میگه وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و ایمائکم یکونوا فقراء یغنیهم الله من فضله. نکاح کنین اگر اینا فقیر باشن، الله از فضل خود اینا را غنی میسازه. یعنی من که فکر کردم نکاح که زنا را از بین میبره. در جامعه که زنا باشه نباشد، روابط نامشروع، بی‌حجابی و فحشا نباشه، الله اونجا رزق بالا میبره. زمانی که زنا زیاد شود، باز اونجا رزق از بین میره. سود که است یمحق الله الربا و یربی الصدقات. الله که سود محو میکنه. این بانک‌های سودی باید مکمل بند شود. بانک اسلامی، بانکداری اسلامی بسیار ضروره. اگر این نشه، اقتصاد ما و شما اما اقتصاد کفری حرام است. این تغییرات نمیاد. اولاد صالح باشه، دعا بکنه. صله رحم، خویشاوندی و ایرا مسلمان ها با دیگر محبت کردن، این سبب رزق میشه. من احب ان یبسط له فی رزقی، کسی دوست داره که رزقش فراخ شود و ینسى له فی اثری، عمرش زیاد شود، فلیصل رحمه، صله رحمی خویشاوندی را وصل بکند. ما و شما دو نوع صله رحمی، یک خویشاوندی داریم، دیگه ایمانی داریم. هر کسی ایمان داره با امرای ازو باید وصل بکنیم، او را دوست بداریم. و دیگه صدقه کردن، چقدر آیات هاست در این باره که کسی صدقه میکند الله ایرا اون حدیث است که الله معت منفقا، یا الله کسی که انفاق میکنه صدقه میکنه خلفا او را عوض بده برش. الله معت ممسکا تلفا، کسایی که ممسک است مالش محو کو. یعنی این و اینمی بعضی اسباب است که ما خودم در فکر کردیم و ایرا جور کردیم براتون. دوستا کوشش کنیم که همین مشکلات اقتصادی بسیار غوغا داره، وکی تو میشه و کاروباری تو میشه و اگر فلانی ها میخوان که مشکلات اقتصادی حل شه، باید دنیا را قبول کنن، خواهشاتشان قبول کنن. حال کافر شکست خورده میخواد قانون نظامش در اینجا بنام اینان، باز اونمو فحشا، باز اونمو بی‌حیایی، باز اونمو ظلم و تجاوز، همین گپا را میخواه باشه. اگر ما شما با او چیزا رجوع کنیم، بسیار الله که از بالای سر ماست، هر آن ما را میبینه. حتی بنی اسرائیل موسی علیه السلام گفت عسی ربکم ان یهلک عدوکم، امید است که ربتان دشمنتان هلاک کنه. باز فینظر کیف تعملون، میبینه که شما چی میکنین حالی که آمدین. الله دشمن تا یک جای هلاک کرده، باز هم او هلاک نشده، در کمین است، کاملا از بین نرفته. اما اینمی کامیابی ما، یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم، اگر شما الله را مدد کنید دینش، الله شما را مدد میکنه. مدد کردن این که نظام الله را تطبیق کنین، نافذ کنین. الله بر ما شما توفیق عمل نصیب کنه تا اینکه با آنچه که الله میگه و پیامبرش میگه، چیزایی که بیان شد کلش در روشنی قرآن اسلام بود، به این چیزا ما و شما عمل کنیم. بارک الله لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم، انه تعالی جواد کریم ملک بر و رب الرؤوف الرحیم.